صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلوات وسیله رفع اندوه است. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام و از جمله کارهایی که غم و اندوه را دور می‌گرداند یکی فرستادن صلوات به حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. چنانه که در حدیث آمده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی یک صلوات برای من فرستد الله به او 10 صلوات را می فرستد. و در دیگر حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بسیار گوید بر من صلوات را شب جمعه و روز جمعه، زیرا در همان روز صلوات شما برای من نشان داده می شود. بعضی اصحاب گفتند که چه خیلی صلوات ما به شما نشان داده می شود، حالا این که شما خواب می شوید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند هر آینه خداوند بر زمین خوردن جسد پیامبران را حرام گردانید. پس آنی که حبیب خدا را دوست می دارد امت آن بزرگوار است و وقتی نام مبارکشان را می شنود حتما باید صلوات گوید. اما کسی وقتی شنیدن نام پیامبر صلی الله علیه و سلم صلوات نمی گوید او بخیل است از بخیل ترین آدمان، چنانه که در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بخیل کسی است که در نزد او نام من گرفته می شود و او بر من صلوات نمی فرستد. پس برادر و خواهر عزیزم، صلوات فرستادن بر حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم نه تنها وسیله رفع اندوه است بلکه ثواب است، بلکه سبب شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت بر ماست، بلکه امر خداوند است، چنانه که خداوند میگوید إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. به درستی که الله و فرشتگان بر پیامبر صلوات می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید و پیامبر صلوات بفرستید. پس برادر و خواهر عزیزم صلوات فرستادن را در شب و روز فراموش نکن. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و صحبه و سلم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. يا رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.